کودک رو خواب میبینم رو پشت بون مهتاب، میخوام برم با قصه هاش تا خاطرات شیرین، تا عیدی های نوروز، تا سفره های هفتین. ایران بانو مادر من، سالار هرچی مادره. ایران بانو مادر من، از هرچی مادر سره. ایران بانو مادر من، سالار هرچی مادره. ایران بانو مادر من، از هرچی مادر سره. ایران بانو مادر من. اسلام اون بود که شمشیر را کشید و تقریبا نصف دنیا یا بیشتر را گرفت، با شمشیر گرفت. این اسلام مرتجع است که یه 20 و چند هزار جمعیت عرب این مملکت بین وسیعی را همچی پامال کرد و رفت تا اون آخر برای اینکه متمدنش کنه، آدمش کنه و کرد. که ای کوشش میکنید این سند حماقت را همیشه زنده نگهش دارید. ما این که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم. روز اول فروردین ما هم نهضت چهارشنبه آخر سال می شود، آخر سال شمسی چهارشنبه آخر اسفند می شود. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمقه ها، بسیاری از خانواده های احمقه ها دیالا آتشی روشن میکنن، هیزمی روشن میکنن، بعد آدم های سرمر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش